مطمئنم همتون حداقل یه بار به شهر بازی ها رفتین و میدونید که شهر بازی ها چه جای خفن و باحالی هستن. اما ممکنه تو این شهر بازی ها اتفاقی برای یه سری افراد بیفته که واقعا دیگه کسی جرأت پا گذاشتن به اون مکان ها رو نداشته باشه و اون مکان تبدیل شه به یه مکان نفرین شده. سلام برو بچ، چه خبر؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل دارکس رکسا. امشب قراره در مورد چند تا شهر بازی صحبت کنیم که به دلایل نامعلوم متروکه شدن و مردم به اونها میگن نفرین شده و هیچ کس جرأت پا گذاشتن به این مکانها رو نداره. به احتمال زیاد همه کسانی که دارن این ویدیو رو میبینن حداقل یکی از انیمیشن های دیزنی رو دیدن. و خب دیزنی به خاطر انیمیشن هایی که میسازه مشهوره، ولی علاوه بر ساخت انیمیشن شهر بازی هایی هم ساخته که اکثرا اسم شهر بازی هاشون رو دیزنی لند گذاشتن. و اما این دیزنی لند ها یه راز خیلی وحشتناک دارن که دیزنی لند نمیخواد کسی از اونو سر در بیاره. اگه در دهه 1960 بودی و به تماشای تئاتر دزدان دریای کارایی میرفتین، از اینکه اسکلت‌های اونجا خیلی طبیعی به نظر میان خیلی تعجب میکردید، چون زمانی که این انیمیشن در دیزنی لند باز شد همه استخوان‌هایی که اونجا بودن از اسکلت واقعی انسان ساخته شده بودن. اونا اولش میخواستن از اسکلت‌های فیک استفاده کنن، ولی فیک بودن اون اسکلت‌ها کاملا مشخص بود و همچنین ساخت همچین اسکلت‌هایی هزینه خیلی زیادی میگیره. و اما در عوض با این مرکز پزشکی همکاری کردن و از استخوان‌های مرده‌های اونجا استفاده کردن. ولی امروزه دیگه هیچ از بقایای انسانی توی دیزنی لند وجود نداره، ولی هر کس که وارد اونجا میشه حس میکنه هنوزم یکی از مجسمه ها زنده است. امروزه دارن از جمجمه‌ای که توی یکی از دیوارهای دیزنی لند نصب شده صحبت میکنن و خیلی معتقدن که این جمجمه واقعیه و مال یکی از کارکنان قبلی دیزنی لند بوده. دیزنی علاوه بر ساخت دیزنی لند ها یه پارک بزرگ آبی هم ساخته. اسم این پارک آبی دیزنی ریور کانتری بود که اولین پارک آبی بود که دیزنی ساخته بود و در سال 1976 افتتاح شد و در امتداد یک ساحل در دریای فلوریدا ساخته شد. موفقیتی که دیزنی لند در ساخت این پارک آبی به دست آورده بود باعث شده بود که هر ساله افراد خیلی زیادی برای دیدن این پارک به اینجا بیان. مردم استقبال خیلی زیادی از این پارک آبی کردن و دیزنی با هزینه‌های خیلی زیادی که کرد یه جزیره کنار اینجا ساخت که اسمشو دیزنی گذاشت. اما این پارک در سال 2001 به طرز کاملا وحشتناک و مرموزی برای همیشه بسته شد. مردم میگفتن چرا دیزنی باید یه پارکی که این همه بین مردم معروف بودن رو ببنده. اما بعد از کمی تحقیق فهمیدن که دلیل بسته شدن پارک به احتمال زیاد کشته شدن یک بچه داخل این پارک بوده. سال 2001 یک پسر بچه داشت از پارک آبی پایین می اومد که یه انگل به اسم آمیم وارد بینیش میشه. آمیم ها یک جاندار تک سلولی هستن که در دریاچه ها زندگی میکنن و اگه وارد بدن شما بشن اونا میتونن وارد بدن شما بشن و بعد وارد مغزتون بشن و به معنی واقعی کلمه مغز شما رو بخورن. و متاسفانه این همون بلایی بود که سر اون پسر 8 ساله افتاد و بعدها مشخص میشه که همه آبهای این پارک به ویروس آمیم آلوده بوده. الان دیگه این پارک آبی برای همیشه بسته شده و متروکه شده. دیزنی یه پارک دیگه هم کنار این پارک آبی ساخته بود که اون پارک هم به دلایل نامعلوم و کاملا مرموزی بسته شد. این پارک توی یک جزیره جنگلی ساخته شده بود که مالک اون پارک یه خانواده ثروتمند بود و والت دیزنی این جزیره رو از این خانواده خرید. والت دیزنی تصمیم داشت این پارک رو شبیه حیات وحش بسازه و حیوانات متفاوتی اونجا قرار داد و این پارک هم مثل سایر پارک‌های دیزنی استقبال خیلی زیادی از مردم گرفت، به طوری که مردم حاضر بودن کیلومترها با قایق سفر کنن تا به این جزیره بیان. اما این پارک هم به دلایل نامعلوم بسته شد و الان کاملا متروکه. چند سال بعد این اتفاق یوتیوبرهای زیادی کنجکاو شدن و خواستن برن به این جزیره و ولاگ بگیرن. توی اکثر ولاگ هایی که این یوتیوبرها گرفتن ما میتونیم ببینیم که این جزیره چقدر متروکه و ترسناک شده
و دقیقاً شبیه مکانهای مخروب و نفرین شده. یکی از این یوتیوبرها به اسم ریچارد مکگوایر به این جزیره رفته بود برای اینکه پلیس یا نگهبانی اونو نبینه. شب انگام با قایقش به این جزیره رفت و توی یکی از اتاقا جمع کرد تا روز بشه و جزیره رو بگرده. ریچارد بعد طلوع آفتاب شروع به فیلم برداری کرد. همونطور که میبینید اکثر ساختمون ها دست نخورده باقی موندن و بیشتر از ساختمون ها هم کاملا نابود شد. همتی داشت طبق خواسته ریچارد پیش میرفت و اون داشت از تمام جزیره فیلم برداری میکرد تا زمانی که یکی از دوربین های جزیره اونو شناسایی میکنه. بعد شناسایی پلیسا وارد عمل میشن تا ریچارد رو دستگیر کنند و از جزیره بندازن بیرون. این واقعا عجیبه که چرا باید پلیس برای حفاظت از یک جزیره مخروبه این همه سریع وارد عمل بشه و حتی هلیکوپتر هم فرستاد. ریچارد تونست فرار کنه ولی قبل از اون دوست دخترش اونو لو داده بود به پلیسا و بعد از اون ریچارد تو خونش دستگیر شد. خب برو بچه اگه خوشتون اومد حتما لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و از من و سبک مورد علاقتون حمایت بکنید. تا ویدیوهای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.